الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز هم شما را با این محفل آموزش علمهای شریعت خوش آمدید میگویم و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق طلب میکنم و حمد و سپاس و ستایش او سبحانه و تعالی را میگویم. به درستی که او شایسته سپاس و ستایش است و از او سبحانه و تعالی کمک میخواهم و آمرزش طلب گناهان خود میکنم. بس او توبه میکنیم از بدیهای نفسایمان و کارهای ناشایسته و ناروایمان. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کرده نمیتواند، اما هر کسی گمراهی را اختیار نماید، هیچ کسی او را هدایت کرده نمیتواند. و شهادت میدهم که هیچ معبود بجز الله نیست، تنها اوست بدون شریک، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است. پروردگار، ما هیچ دانشی نداریم مگر آنچه که تو بر ما آموخته ای. پروردگار، بر ما علم سودمند بیاموز و توفیق عمل کردن در آن نصیب و روزی بگردان. اما بعد، امروز با همراهی شمایان برادران و خواهران گرامی قدر، موضوع درس ما از این کتاب فقه میسر که در قسمت‌های آخر این کتاب که باب ششم در بیان کتاب جهاد است. کتاب جهاد در بیان کتاب جهاد، الباب الاول. و این کتاب جهاد سه باب را در بر میگیرد. الباب اول، باب اول. الباب الاول، تعریف الجهاد و فضله و حکمه و شروطه. اولا تعریف جهاد و فضیلت جهاد و حکم جهاد و شرطهای جهاد. و فيه مسائل که در این مسئله های است. مسئله اول، تعریفه و فضله و حکمه، تعریف جهاد، فضل جهاد و حکم جهاد و متى يتعين و کی جهاد فرض عین میگردد. اولا تعریف جهاد. جهاد در لغت به معنای بذل جهد و طاقت و الوسع، به معنای صرف کردن همه توانایی و قوت و استعداد. پس جهاد در لغت به معنای صرف کردن همه توانایی و قوت و استعداد می باشد. اما در اصطلاح باشد بذل الجهد و وسع فی قتال اعداء من الكفار و مدافعتهم. اما در اصطلاح شریعت باشد صرف کردن همه توانایی با استعداد کامل برای جنگ با دشمنان کافران و مبارزه بر آنها و آنها دور کردن آنها. دوم، فضیلت جهاد و حکمت آن. الجهاد ذروة سنام الاسلام. جهاد بلندترین قله اسلام است که مثلا نبی چونک رسول الله صلی الله علیه و این را نامیدند در روایت ترمذی و روایت احمد که گفتند بلندترین قله اسلام است جهاد. آن را یعنی بلندترین جایگاه است و این را بلندترین جایگاه برای آن نامگذاری کردن که با واسطه جهاد اسلام بلند می شود، پهن می شود و در بین مردم جهانیان ظاهر و آشکار و نمودار می گردد. و الله سبحانه و تعالی مبارزان را در راه خود با مال و جان خودش که در راه می برایند فضلشان را بالا مرتبه قرار داد و بر آنها جنت جاودانه وعده کرد، چنان که در آیات سوره نساء بیان شده است، در آیات ها ذکر شده است و در احادیث فضیلت مبارزان به نهایت والا و ذکرهای زیاده و نیکویی شده است. پس حکمت مشروعیت جهاد چی است؟ الله سبحانه و تعالی جهاد را برای مقصدهای عالی و هدفهای شریف قانونگذاری کرده است. از جمله جهاد برای آزاد کردن مردم از عبادت بت‌ها، طاغوت‌ها و روانه کردن آنها به سوی عبادت الله یگانه که پروردگار همکار و همتایی ندارد و تطبیق شدن قانون او قانونگذاری شده است. الله می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله. و بر آنها بجنگید تا فتنه نیست شود، شرک از بین برود. فتنه شرک است و دین، تمام دین از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد. سوره انفال آیه 39. و این چنین جهاد برقرار شده است برای برداشتن ظلم از مردم تا مردم زیر ظلم و ستم و شکنجه قرار نگیرند و برگرداندن حقوق مردم به صاحبانشان. الله می‌فرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اجازه داده شد بر آن کسانی که قتال کنند بجنگند به خاطر چی؟ چون که آنها ظلم کرده شدند. بر آنها اجازه داده شد. ان الله علی نصرهم لقدیر. الله برای یاری آنها قادر و مقتدر و تواناست. سوره حج آیه 39. از جهاد برای پس کردن کافران، خاموش کردن آنها و انتقام از آنها تشریع شده است. الله می‌فرماید و قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم. با آنها بجنگید تا الله آنها را با دست شما عذاب کند و یخزیهم و آنها را خاموش گرداند، خارشان کند و ینصرکم علیهم و الله تا اینکه شما را بر آنها نصرت بدهد و یشفی صدور القوم المؤمنین و الله سبحانه و تعالی قلب‌های مؤمنان را
را شفا می‌دهد. سوره توبه آیه 14. پس حکم آن و دلیل مشروعیت آن. پس جهاد به معنی مخصوص خود یعنی جهاد بر ضد کافران فرض کفایی می باشد. یعنی اگر گروه از مسلمان ها آن را اجرا کنند از گروه دیگر ساقط می شود و برای آنها این مرتبه سنت قرار میگیرد، مستحب قرار میگیرد. زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نساء آیه 59: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفسهم. کسانی که در راه الله با مال و جان خودشون مبارزه میکنند و کسانی که نشسته هستند و غیر از کسانی که ضعیفی دارند، ناتوان هستند، برابر نیستند. کسانی که با مال و جان خود در راه الله سبحانه و تعالی میبرند، کسانی که نمیبرند، آنها با هم دیگر برابر نیستند. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. الله مجاهدین در راه الله سبحانه و تعالی با نفس و مال های خود میبرند از نشستگان فضل و مرتبه دارد. و کل وعد الله الحسنى. و الله بر هر یک از اینها بر مؤمنانم بر مجاهدانم جنت رو وعده کرده است. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. و الله سبحانه و تعالی مجاهدین در راه الله سبحانه و تعالی را از آن کسانی که نشسته هستند در جهاد نیستند فضل عظیمی برتری داده است. سوره نساء آیه 95. پس این آیات نشان می‌دهد که جهاد فریضه کفایی است. زیرا الله سبحانه و تعالی مبارزان را با نشستگانی که عذر ندارند و جهاد نمی‌کنند هر دو گروه را به خیرترین قرار داد و آنها را وعده جنت را بخشید. پس از این برمی‌آید که جهاد این فرض عین است بر تمام انسانیت، فرض کفایی می‌گردد. برای تمام مردم اگر فرض عین میشد، نشستگانی که بودند آنها مورد تهدید قرار می‌گرفتند، نه وعده بر جنت. و اینچنین برای آن کسانی که الله سبحانه و تعالی میگوید ما کان للمؤمنون لینفروا کافه. مؤمنان نباید همه‌شان یک جویه به جنگ روند، نباید همه‌شان یک جویه به جنگ روند. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. از هر گروهی از آنها باقی بماند تا که تفقه در دین الله بگردند، دین الله را بیاموزند، فهم دین الله را پیش نمایند. سوره توبه آیه 122. پس این همچنین جهاد در راه الله سبحانه و تعالی مشروط شده است، یعنی شرط قرار داده شده است. اگر مسلمانان قوت و امکانیت جنگ با دشمنان خود را داشته باشند، اگر آنها قوت و امکانیت نداشته باشند، واجبیت از آنها ساقط می‌گردد. چگونه که دیگر واجب‌ها با واسطه توانایی انسان از گردن انسان ساقط می‌گردد، همین جهاد هم همچنین. و جنگ با دشمن در این حالت خودکشی مانند خودکشی قرار می‌گیرد، چون نفس‌های خودشون با سوی هلاکت بردند. پس متى يتعین، چیگاه واجب می‌شود، کدام وقت فرض می‌شود. اما در بعضی حالات جهاد فرض می‌شود، فرض عین می‌شود. برای هر یک مسلمان لازم می‌گردد که دیگر قدرت خود را نشان بدهند. حالت اول، اگر دشمنان به سرزمین مسلمانان حمله کنند و آنجا را اشغال نمایند یا که محاصره کنند، جنگ با آنها و دفاع از خود در این حالت واجب می‌گردد. برای همه افراد مسلمان واجب می‌شود. برای همه افراد آن کسانی که در آن شهر و ده قرار دارند برایشان واجب می‌گردد. این حالت اول. دوم، اگر جنگ آغاز یابد دو لشکر با هم برخورد شوند، لشکر کافران و لشکر مؤمنان، دو صف مقابل هم قرار بگیرند، در این حالت دیگر جهاد برای انسان فرض می شود، فرض عین می گردد. هر کسی که در اینجا حضور دارد برایش دیگر گریختن جایی نیست و پشت سر دشمن کردن حرام است. زیرا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که کسانی از کافران، کسانی که کافر شده اند با آنها روپرو شدید، پشت سر دیگر نکنید. سوره انفال آیه 15. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گریختن از جنگ را در روزی که مقابل لشکر دشمن میشوی، گریختن از آن را گناهان بزرگ شمردند، گناهان هلاک کننده گفتند. چون که روایت بخاری تحت رقم 2766 و امام مسلم همچنین تحت رقم 145 روایت کرده هستند. اما دو حالت از این حالت گناه بزرگ و حرام بودن آن استثناء می شود. اول، اگر کسی که عقب نشینی میکند استعدادی قوی تری برای بازگشتن، یعنی برای آوردن قوه زیادتر روانه می شود. دوم، اگر کسی با گروه دیگر مسلمانان بخواهد پیوست بشود تا آنها را تقویت بدهد و آنها را یاری رساند، در این حالت عقب نشینی کردن جایز و رواست. حالت سوم، اگر امام آنها را معین کند و به جهاد روانه کند، چنانکه الله سبحانه و تعالی می فرماید
یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که بر شما گفته می شود که در راه الله سبحانه و تعالی برخیزید برآیید، شما بر زمین تنبلی کرده ایستاده اید، بر نمیخیزید. ارادیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما حیات دنیا را در این جهان، حیات این جهان را از جهان آخرت خوشتر میدانید؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. پس متاع دنیایی که هست در برابر آخرت یک متاع خیلی اندک کوچک کمی است. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. اگر شما نروید الله بر شما عذابی دردآوری میدهد. سوره توبه آیه 38 39. و در حدیث دیگر رسول الله گفتند که اذا استنفرتم فانفروا، اگر هنگامی که شما را به جنگ دعوت کردن پس حتما بروید. متفق علیه، که امام دعوت مینماید. این حدیث رو بخاری تحت رقم 1834 و مسلم تحت رقم 1353. حدیث ابن عباس رضی الله عنه. و حالت چهارم، اگر بر جهاد احتیاج پیدا شود آنگاه هم واجب قرار میگیرد. المساله الثانیه، مسئله دوم، شروط الجهاد، شرط‌های جهاد. جهاد هم به خود شرط‌های دارد. اینها را باید دانست، فهمید، درک کرد تا که فریفته بعضی از مردم نگردید. برای واجب بودن جهاد 7 شرط لازم است که اینها یعنی: یکم اسلام، از کافر پرزاستن نمیشود. دوم بلوغ، از شخص بر نابالغ فرض نیست. سوم عقل، بر به عقل واجب نیست. مرد باشد، بر زن واجب نیست. آزاد باشد، غلام نباشد. همچنین استعداد مالیوی و بدنی داشته باشد. سلامتی کامل، خالی از بیماری‌ها و خالی از ضررها. اولا گفتیم کافر، جهاد بر کافر واجب نیست، زیرا این عبادت بزرگ است و عبادت از کافر قبول نمیگردد، از او قبول نمیشود. اینجوری در شخص کافر اخلاص، امانتداری و اطاعت دیده نمیشود. بنابراین بر کافر اجازه داده نمیشود که در صف مسلمانان داخل شوند و بجنگند. چنانکه پیامبر الله صلی الله علیه و آله از مرد مشرکی که در جنگ بدر پی او صلی الله علیه و آله رفت و فرمود، خواست که با پیامبر جهاد نماید. گفت اتؤمن بالله و رسوله، آیا به الله و رسولت ایمان داری؟ قال لا. قال فرجع فلن استعین بمشرک. بر بگرد. گفت به الله و رسولت ایمان داری؟ قال لا. گفت نه. پس بر بگرد، ما از مشرک کمک نمیطلبیم، یاری نمیخواهیم. این حدیث رو امام مسلم تحت رقم 1817 از حدیث عایشه رضی الله عنها روایت کردند. دوم، ما نابالغ گفتیم، صبی میگوین، کودک. جهاد بر نابالغان واجب نیست، زیرا او مکلف نیست. دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنهما است که در روز احد بود، در جنگ احد در سن 14 سالگی قرار داشت. خود را با پیامبر صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله او را در جنگ اجازه نداد. متفق علیه، روایت بخاری و مسلم است. شخص دیوانه سوم به شخص دیوانه که واجب نیست، زیرا قلم از شخص دیوانه برداشته شده است. رفع القلم عن ثلاث، قلم از 3 کس برداشته شده است، یک از این دیوانه. چهارم، غلام، جهاد بر شخص غلام واجب نیست، زیرا او مالک اصلی خود نیست. و همچنین زن، حدیث عایشه رضی الله عنها گفتن یا رسول الله هل علی النساء جهاد، آیا بر زنها جهاد است؟ قال الجهاد لا قتال فی، گفتن جهاد است که در آن قتال نیست. الحج و العمره، گفتن حج و عمره. و در روایت دیگر اومده است که ما میبینیم، زنها گفتن که ما میبینیم که جهاد افضل ترین عمل است، آیا ما جهاد نکنیم؟ فرمود که افضل ترین جهاد این حج مبرور است. این حدیث رو ابن ماجه تحت رقم 2901 و بیهقی و البانی این حدیث رو صحیح دانستند. و همچنین غیر استعداددار، آن کسی که قدرت ندارد، یعنی شخصی که به سبب ضعف و پیری ناتوان شده است، سلاح را برداشت نمیتواند. همچنین فقیری که غیر از نفقه اهل خانوادانه چیز دیگری ندارد، خراجات راه را ندارد، برای چنین افراد واجب نیست، زیرا الله میفرماید ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، و بر کسانی که چیزی برای سفر خرج ندارند یا که خرج کردن نمیتوانند گناهی نیست. گفتن برای آن سوره توبه 91. پس کسی که بیماری یا که ضعیفی یا که عذر دیگری دارد بر او جهاد فرض نیست، زیرا ناتوانی واجب رو بیکار میکند. الله میفرماید که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بر نابینا گناهی نیست، بر لنگ شلد گناهی نیست و بر بیمار گناهی نیست. سوره فتح آیه 17. و نیز الله میفرماید که لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، بر ضعیفان، نه بیماران، نه بر کسی که چیزی برای سفر خرج کردن ندارد گناه نیست اگر آنها به الله و پیامبرشان صادق باشند. سوره توبه 91. بارک الله فیکم. المسأله الثالثه، مسئله سوم، مقدمه های
ساقط شدن جهاد از گردن انسان. پس عذرهایی هستند که اگر جهاد واجب عینی شود یا واجب کفایی باشد بر صاحبش واجب نمیگردد، از صاحبش میگیم که گرفته میشود. یکم دیوانگی یا که کودک نابالغ، چون که پیامبر گفتن رفع القلم عن ثلاث، قلم عن ثلاثه، قلم از 3 کس برداشته شده است، از مجنون دیوانه حتی یفیق، حتی که به هوش بیاید، و عن النائم حتی یستيقظ، از شخصی که در خواب است حتی اینکه از خواب بر بخیزد، عن الصبی حتی یحتلم، از شخص کودک حتی اینکه بالغ و بلاغت برسد. پس این حدیث رو ابی داوود تحت رقم 4041 و نسائی تحت رقم 156 روایت کرده هستند. زن بودن جهاد که بر زنها واجب نیست که قبلا ذکر شد. غلام، چون که حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که پیامبر فرمودند للعبد المملوک الصالح اجران، گفتند برای بنده مؤمن صالح که غلام است 2 ثواب داده می شود، 2 اجر داده می شود. والذی نفس بیدی لولا الجهاد فی سبیل الله والحج والبر الامي لاحببت ان اموت وانا مملوک. گفتند قسم به اون ذاتی که جان من در دست اوست، اگر جهاد در راه الله و حج و نیکی نسبت به مادرم نمی بود، من دوست می داشتم که در راه غلامی بمیرم. این حدیث رو بخاری تحت رقم 2548 از حدیث ابی هریره روایت کرده است. ضعیف بودن، ناتوانی مالیوی، بیماری، ناتوانی جسمانی، ناداری سلامتی و مثل نابینایی، لنگ که اینها قبلا ذکر شد، و همچنین اجازه والدین پدر و مادر یا یکی از آنها اگر جهاد اختیاری فرض کفایه باشد، در این حالت این شرط و ضرورت دارد که باشد یکی از اگر این شرط فرض شود پس برای انسان دیگر لازم نمیگردد. و حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که مرد با پیامبر صلی الله علیه و آمد و گفت از برای جهاد اجازه پرسید و فرمود که جهاد نماید، آیا والدین زنده هستند؟ گفت بله. فرمود که ففیه مجاهد، گفتن در آنها جهاد کن. این حدیث رو بخاری تحت رقم 3004 و مسلم تحت رقم 2549 روایت کرده هستند. پس نیکویی با پدر و مادر واجب عینی است و در این حالت جهاد واجب کفایی باشد. بنابراین واجب عینی رو ما ترک نمیکنیم واجب کفایی بریم، چون که بیشتری از مردم از روی جهل و نادانی این کار انجام میدهند و فتاوای نادرست هم از بعضی مردمی که نادان هستند میدهند. بارک الله فیکم. اما اگر جهاد واجب عین شود، فرض عین شود، در این حالت دیگر اجازه کسی لازم نیست، اجازه والدین. همچنین قرضداری، اگر قرضدار چیزی برای پرداخت نداشته باشد، شخصی قرض دیهنده اجازت بر جهاد رفتن را ندهد، حق رفتن را ندارد در جهاد فرض کفایی، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند القتل فی سبیل الله یکفر کل شیء الا الدین. گفتند کشته شدن در راه الله سبحانه و تعالی همه گناهان را می‌آمرزد، سبب بخشش گناهان می‌گردد مگر قرض گردن صاحبش باقی میماند. این حدیث رو مسلم تحت رقم 1886 از حدیث عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت شده است. پس گفتیم اگر جهاد فرض عین شود دیگر اجازه کسی لازم نیست. هفتم عالم که در شر غیر او هیچ کس دیگری نیست، زیرا اگر این عالم کشته شود مردم بر کی دیگر روانه میشوند؟ مردم بر او احتیاج دارند، هیچ کس جای او را پر کردن نمیتواند، پس بر اینم چیز فرض نمیگردد. اگر کسی که از او فقیه تر نیست وجود ندارد نباشد، پس جهاد برآمدن از گردن او ساقط میشود، زیرا مسلمان بر او احتیاج نیازمندی دارند. بارک الله فیکم. این است باب اول. پس یک چند نقطه دیگر رو در اینجا ذکر می‌نماییم. شرط های برای شخصی که لازم است در بیان جهاد، شرایط برای شخص و شرایط برای زمان و حالت. اما شرایط برای شخص، کسی که جهاد میکند، یکم اسلام و ایمان. شخص باید مسلمان باشد و ایمان داشته باشد، مؤمن باشد، بلاغت رسیدن و عقل، به بلاغت رسیدن و سین رشد رسیدن. شخص باید سین و سالش و عقلش کامل باشد. اختیاری و روزگی، پس اجباری مجبوری نیست، کفایی. سلامتی و قابلیت جنگ، شخص باید قابلیت جسمانی و قابلیت فهم و درک برای شرکت در آن داشته باشد. مال، قدرت مالی از شخص قرضدار ساقط می‌گردد. پس شرایط برای زمان و حالت، حمایت دین و ملک. جهاد اساساً برای حفظ دین، محافظت ملک و امنیت است. اسلام یعنی نباید جهاد برای نفس، غرض یا غارت کردن باشد. پس اجازه راهبران، امیران مؤمنان باشد. عادتاً جهاد با اجازه و فرمان امام یا راهبران اسلامی انجام می‌یابد، غیر این جایز نمی‌گردد. همچنین محدودیت ضرر، شخص باید از کشتن آدمان بیگناه دستکشی کند. زن، کودک و جهاد باید با طور گروهی باشد، با امیر باشد، نه فردی، نه بنقشه. و جهاد در دین اسلام بر ضد دشمنان کرده می‌شود، دشمنانی که با آنها صلح و عهد پیمانی نیست یا عهد و پیمان را شکسته اند، در این حالت اجازه داده می شود. پس جهاد باید محدود با هدف نیک باشد، حد و کنار برای جان بیگناهان و مالکیت آنها، که در سوره توبه آیه 7 و 12 این چیزهای مسائل ذکر شده است. بارک الله فیکم.